اگر 10% از درآمد ماهیانه خودتون رو طلا بخرید، سالانه مقداری گرم طلا به عنوان ذخیره در حساب خودتون دارید. یعنی با این کارتون ریال رو تبدیل به دارایی کردید، اونم دارایی با ارزشی مثل طلای 24 ایار. ریال شما به مرور زمان بی‌ارزش میشه و ارزش خودش رو از دست میده، اما دارایی طلاتون نه تنها ارزش پولتون رو حفظ میکنه، حتی در میان مدت به سوددهی بالایی هم میرسه. طلایی که شما خریداری میکنید بدون اجرت ساخت، بدون مالیات و بدون سود فروشنده هستش و طلای خالص 24 ایار برای خودتون خریداری میکنید. اگر اطلاعات بیشتری در این زمینه میخواهید، کلمه طلا رو برام کامنت کنید.